شنوندگان ارجمند گرامی، قبل از اینکه پروگرام امشب را آغاز بکنیم از احمد ظاهر خواهش می‌کنیم تا پشت میکروفون آمده و چند کلمه راجع به پروگرام با شما صحبت بکنند. شنوندگان عزیز، رئیس عامل شعبه آماتور آمریت موسیقی وزارت اطلاعات و کلتور، برای ما و تمام رفقایم جای بسیار افتخار و خوشی است که بعد از یک مدت دراز بازم یک تعداد جوانای هنرمند و مورد علاقه شما شنوندگان عزیز دوباره گرد هم جمع میشن تا خوبترین و مقبولترین آهنگهای خود با عنوان به اصطلاح برگ سبز تحفه درویش پیشکش کنند. اگرچه جوانای آماتور در گذشته هم با رادیو افغانستان همکاری‌هایی داشتند، ولی با وجود آمدن مدیریت آماتوران امید دارم که کارها و پروگرام‌های ما منسجم‌تر شده و در جهت رشد موسیقی آماتور مصدر کارهای هنری بیشتر و خوبتر شویم. مثلا ظاهر هویدا، خواننده جوان و محبوب همه ما و شما و عده‌ای از جوانانی که تازه با ما آرزومند همکاری شدند، این امیدواری را قوی می‌سازد که زحمات ما مثمر ثمر می‌شود. البته رضایت خاطر و تشویق شما شنوندگان عزیز مشعل راه ما خواهد بود. تشکر. و اما پروگرام امشب ترومپت نواز هنرمند محبوب ننگیاله، اسماعیل اعظمی ساکسوفون نواز، فلوت نواز کارگر، پیانو نواز مسحور جمال، ماندولین نواز جمیل شجاع، جازبند نواز احمد خلیل راغب، طبله نواز محمد ولی. پروگرام امشب با همکاری اشخاص تقدیم میشه. شما بعد چندین آهنگ دارید برای اولین بار پارچه پشتو میخواهید. بله. مضبوط‌تر به این طرف تصمیم داشتم آهنگ به زبان پشتو بخوانم. شما می‌فهمید که زبان مادری ما پشتو است، ما بسیار دوست دارم که پشتو بخوانم. از یک طرف خوب شد که این مشکل رفع شد و از طرف دیگه من نمی‌خواستم کار به جنجال بکشه شما اختلاف دلیل بگوید. خب گفتم من خلاص نشد آقای فلانی. ادامه بدین. انگیزه دیگه که مرا وادار ساخت پشتو بخوانم تقاضای مکرر یک تعداد زیاد شنوندگان عزیز بود. خب من گذاشتم لطفاً شروع کنید که وقت نه و دیگه اینکه چندی قبل در پروگرام آناونسرم وعده کرده بودم که ما به پشتو میخوانم و خدا کنه این پارچه پشتوی من به صفت یک ارمغان از جانب من مورد پذیرش شنونده قرار بگیره. خوب شد که با آلیتون وفا کردین و از طرف دیگه زبان شما خوب در نتاکی میگرده. میترنم که انامسری از پروگرام شما با بودن میره و شما واقع کرد. بسیار ناراضی جانم زمان روزیم تو بستر که زکا خوب میگه چشمان زمان روزیم تو بستر که زکا خوب میگه چشمان زمان ناراضی جانم زمان ناراضی جانم زمان روزیم تو بستر که زکا خوب میگه چشمان زمان روزیم تو بستر که زکا خوب میگه چشمان زکا خوب میگه چشمان زمان روزیم تو بستر که زکا خوب میگه چشمان زمان ناراضی جانم زمان ناراضی جانم زمان روزیم تو بستر که زکا خوب میگه چشمان زمان روزیم تو بستر که زکا خوب میگه چشمان
خانشتا شمس و قمر حادث سرول ساوخانشتا سخت شو گذراندما سخت شو گذراندما روشون تا بستر که سکه خوب میده چشماندما روشون تا بستر که سکه خوب میده چشماندما نرازی جاناندما نرازی جاناندما روشون تا بستر که سکه خوب میده چشماندما روشون تا بستر که سکه خوب میده چشماندما گرچه از مشاجره که در مورد آهنگ پیشتر بین ما شما در گرفت تجربه گرفتم که از احمد ظاهر جناب شما نباید چیزی بپرسم، اما بازم توسل به خودت سوال میکنم. مهربانی کنید. خب شما بعد از این مدت بسیار طولانی یک آهنگ شاد و مست میخواین. شما آهنگ برای نشنید چی میخواین که شاد و مست؟ عجب، یعنی که میخواین وانمود بسازین که در این وقت شب شما اهل میکروفون قرار دارید، همینطوره؟ نه، به کلمه که شما یه آهنگ بسیار با عملیات موسیقی مشق کردین و ما همون رو بسیار شنیدیم. اگه موضوع طرف که جواب سوالتون رو بشنید هر چیز زودتر بهتر باید باید میگرد. هنرمند مکلف نیست که همیشه به یک شکل بخونه. شما درست. یک هنرمند مثلا یک خواننده باید اثرهای مختلف تجربه کنه. آهنگای اول ما که باید داشته باشین همیشه شاد و مست بود و بعد از مدتی آهنگا شکل غم انگیز، آرام و تراژدی رو به خود گرفتن. چون ما کوشش کردیم که ذوق شنونده را مد نظر بگیریم و ما فکر میکنم که این وظیفه هر خواننده است که ذوق شنونده خود مد نظر بگیره. آقای احمد ظاهر بسیار خسته به نظر میرسین. معلوم میشه به خاطر بهبود پروگرامتان بسیار تپیدین. بله آقای فرانی، شما میفهمید که موسیقی برای اشخاصی که میشنون البته غذای روز بدون شک، و برای کسایی که تهیه میکنن کار تشنجی اعصاب. این هم بدون شک. قرار که میبینی البته تمام رفیقای ما خسته به نظر میرسن، اما اگه خدا کنه پروگرام ما مورد توجه علاقمندان واقع شود، البته این خستگی همه ما رفع خواهد شد. فکر میکنم که این زحمات بی نتیجه نخواهد ماند. مهربانی کنید. پس لطفاً حالا در این قسمت راجع به آهنگی که خودتون میخواین صحبت بکنید. این آهنگی را که من میخوانم البته یک آهنگ جدید است. موزیک زیر خودم ترتیب کردیم. تبریک میگم. خب تشکر. امیدوارم که شروع بکنید. آخرین شام آشنایی ما که نخستی شب جدایی بود، آمد و خشم ناک و پرآلود بر دلش نقش بی وفایی بود. در آن موقعی که پنجه های خونالود شفق دریچه آسایشگاه شب را با پیل طلا بر روی خورشید میگشاید، فراموشم مکن. گفت و آن نامم هوا نشد که برایت ز عشق سر کردم. رد کن از بحر من که مهر تو را دیگر از قلب خود بدر کردم. آخرین شام آشنایی ما که نخستی شب جدایی بود،
دلش نقش بی‌وفایی بود. دیگر پای من نیرو نخواهد داشت که مرا سایه‌وار به دنبال تو کشانم، ولی روح من همچون پروانه در پیرامون شمع جمالت خواهد گشت و فرزندان همه جا به همراه تو خواهد بود. عزیز من، مهربان من، قشنگ من، فراموشم مکن. دست لرزان من ز گوشه و در آورد شعر و آیش را، همگی را پایش افکندم، کرد و چون زیر پا و پایش را. آخرین شام آشنایی ما این و پستی شب جدایی بود. آمد و خشم ناک و قرالود بر دلش نقش بی‌وفایی بود. آمد و خشم ناک و قرالود بر دلش نقش بی‌وفایی بود.